بله، راند سوم هستیم و همینطور که من از داور پرسیدم داوود 4 یا 5 امتیاز از حریفش جلوی. امیدوارم که این راند رو هم با انگیزه خوبش و مثال زدنش دنبال کنه و ببره. بله، یه ضربه دیگه داوود. بله، داوود حریفش رو میکونه. بله، اصلا مجال نمیده داوود به حریفش. بله داوود دوباره حریفشو زیر مشت برد. بله، همونطور که دیدین داوود چند ضربه رگباری ده حریفش افتاد رو زمین. بله، همچنان حریفش همونطور که میبینید داره درد میکشه. ضربه سرسنگینی داره داوود. بله، داور بازی توقف کرده احتمالاً که بله شروع میشه دوباره الان. بله، هد تو هد شدم الان. داوود